مردم در کراچی پاکستان بعد با 43 درجه رسیدن حرارت هوا با آبازی در یک کانال از گرما پناه میبرند. مقامات میگویند تا امروز 1200 نفر اکثرا در کراچی از شدت گرما فوتیدند. اثرات بهداشتی گرما را پیوسته قطع شدن نیروی برق بیشتر میکند. گرمای امساله اینچنین همراه با ماه شریف رمضان آمد که مسلمان های دیندار در دوام روز باید روزه بگیرند و آب و خوراک استعمال نکنند. رهبر حکومت افغانستان عبدالله در جلسه کابینه وزیران گفت جنگیان دولت اسلامی در افغانستان فعال شدند و به مردم و نیروهای امنیتی تهدید میکنند. عبدالله حکومت قبلی بر رهبری پرزیدنت حامد کرزی را در ناکامی در امر به ثبات آوردن وضع افغانستان و ایجاد زمینه برای بروز گروه‌های نو افراطی عیبدار کرد. عبدالله همچنین گفت مأموریت قبلی روابط افغانستان با همسایه‌ها و دیگر متحدانش را خراب کرد.